وقتی مادها از جنگ شوش برگشتند، غنیمت‌های زیادی پیشکش کوروش کردند. بین اونها زنی بود به نام پانتئا که میگن زیباترین زن آسیا بود. شوهرش آبرادوتس اون موقع در خدمت شاه بابل بود. وقتی اطرافیان از زیبایی پانتئا به کوروش گفتن و اصرار کردن اون رو ببینه، کوروش نپذیرفت و گفت میترسم زیبایی او مرا از وظایفم غافل کنه. سپس کوروش دستور داد تا بازگشت شوهرش پانتئا رو به آراس دوست و سردار امینش بسپارن. اما خود آراس شیفته پانتئا شد و میخواست به او نزدیک بشه. پانتئا هم ناچار شد از خود کوروش کمک بخواد. کوروش وقتی فهمید آراس رو احضار کرد و گفت مبادا به زنی پاک دامن چون پانتئا خیانت کنی. آراس شرمنده شد و خودش رو کنار کشید. پانتئا از این جوانمردی کوروش نامه‌ای برای شوهرش نوشت و گفت هیچ پادشاهی از غنیمتش نمیگذره. اما کوروش نه تنها گذشت بلکه آبروی من رو برای تو نگه داشت، گویی انگار خواهرش باشم. آبرادوتس با شنیدن این ماجرا خدمت به شاه بابل رو رها کرد و به سپاه کوروش پیوست و از اون روز خودش و پانتئا تا آخرین نفس برای کوروش جنگیدند. 7 آبان روز بزرگ داشت کوروش بزرگ بر همه ایرانیان وطن دوست گرامی باد. برای آشنایی بیشتر با تاریخ ایران پیج تاریخ مدرن رو دنبال کنید.